نان پیاز خوش واس دیگه کم کم از مرد کلو بدین دیگه. سلام و درود خدمت یک بیننده های نازنین. امیدوارم که همیشه در هر گوشه دنیا دلجو و صحتمند باشین. شما را خوش آمدید میگیم در این شانه برنامه خواهیم که گوش میدین دیگه ما آماده شدید دوستا. دیگه آقای احمدی هم که در روز اولین روز برف در اینج برفی رواجه دیگه برفی برده دیگه. شما هم تا آخری برنامه همراه ما باشین که مدرجه برفی برده و در بلیس که برده دیگه این یالا ما موری برفی خوردو. را سلام کن. عزیز سلام کن. خوبی؟ سلام درود خدمت همه دوستایی از امید که جو صحتمند باشین. خیلی خوشم در امروز ما برنامه تایراقی ما دیگه. دوستان امروز تایرا جان خانی از مونده و شما درخواست دارم تا آخر ویدیو همراه از ما بیننده باشین که به چی دلیل تایرا خانی از مونده و مدعوت کردیم اینا را. خب تا ادامه برنامه همراه از ما باشین. تشکر. نه خوبه یخم زمستون بخدر یخ باشه بدروف هم نیه. سلام از ادب خدمت شما دوستای عزیز. امید که جور و صحتمند باشین. دوستای عزیز بازم با یک برنامه خیلی متفاوت و قشنگ خدمت شما هستیم. دوستان ادامه ویدیو امروز ما باشیم که چای به خاطر چی هم به خاطر چی هم دینجی خیلی هم چای مزه‌داره به خاطر چی اندین مزه‌داره دیگه. دوستا تا آخر برنامه امروز ما باشیم. دینجی اتفاقای مختلف چیز کارهای میشن نفرام خیلی از ما البته بله خود از ما خیلی قیم داره. آره بلده شکسی بیلم بیکشه که عمر زورده برفک دیدیس مامان دیده فرار کده برفک را بردم دیدیس از زیاد دیدم مگه هیچ چیز خیلی او بیچاره مگه ما فکر کدم مسکه ورده. البته تو نقل کن اینا دوربین نقل کن. امروز دوستا چیز دیده ما چیز این سرکار بودیم تو بیچاره چیک دیگه. ما اون روز سرکار بودم خانم نبودم دیگه. این فکر کردم ما در خانه ایم. بیچاره آبیم در خانه بود. برفک آورده از پس آبیم برشته. این سوال دادی کارفه کجایه؟ این پس هم ده یک سایل نارفه هم ده یا نه سرکار. باز هم ده سایل که دکیمانیم پس رفته این دیگه غافلگیر که ده برف داخل پلاستیک سیاه داده. نه سفید. سفید؟ آره سفید بود. آب مر سفید بود داخل پلاستیک که ده آورده دیسی مادرم دیده. مادرم فکر کده این مسکه چیه؟ گفته این چیه؟ برف دیده دیسی مادرم دیده خود چی باری که نموری فرار کده. بعد زور رفته ده خانه ده نماز زنگ زده که ما برفک آوردم منتظر مهمانی هستیم. البته وقتا گفت برفا و نشنه مال مهمانی که نشد دیگه کم کار داشتیم یکم دیرتر شده خیره. ولی مشکلی نیست دوستای عزیز. دیگه این برفی که از قدیم رواجمنده. از قدیم رواجمنده. خیلی ما کسی قانونایش بلد نیم ولی
برف اگر اون روز که برف زد دیرات اون روز ما برف آوردم اینجا خانه زیا این پلاستیک ما آوردم داخل در تک تک کدوم این مادرش گوشت بریم و ما چی دروازه رو زد گفت ما رفتم دو خانه گفتم باش ما چی کنم کار داشتم نه تا از خانه آمدم ما گفتم بشت چایم بلم تو می عارفه که نیه باز آبه مامده الو تجیغ مزنم مگه که او راف مامو چی مگه برف آورده ما رو دیدن ما قد از او پشت زدم دیگه او خود چه فرار کرد گفتم دور میدادی که بلدش اکسبیلم مکشیدی رای مکدی اگر ما یا مادر مهدی هم بودیم 100% گیر میکردی دیگه او وقتا اونو خوب شکل موشد آره نه گیر میکردی خدایی گیر میکردم ما چینه باز شما در کامنت بگین در نظرشون لطفا میگذاریم که اوش ندابه مهدی را نداره زور مکن نه زور که اصلا آره زور تدید اگر ما گیرم که دابه مده چی رقم از پیله ایتر لازی چاقی بودم در غصهش نشو اون زغال در پایین دنباری بوده زمان گرفتیم ریش سیبیل درش جور میکنیم نیمین جدان درگاه اگر میتونستید بگیرید گرفتهشون گرفته نه میگرفت ما اگر ما خود چی بود دیگه چادر نداشتم اگه روشی تا گفتیم چادر سر کنم بیم گفت که تو فرار کردی خواه عزیز دیگه خیلی مار خود ما خیلی مزه بود خداییش هم آره دیگه او صابش دادم آبش خود سگ دیدر مگه هیچ چیز خیلی او بیچاره چیز مفهمه او خیال مسکک ده که چطور مسکک ورده در من مردیک دین دایش دی صابه مرده از پاس ما که اوش نامردیه خو نه گاو گوش ما وشم میگم خنجر از پاس که زنده میتم ما فرار محل رفتیم گفت در پشت چه خورد که برفی اوردم بدهش منالی آماده کی دیگه برادر جان شیر اینا دوستان شما قضاوت کید برفی از ما صحیح یا نه نه مگدی صابه خیر مون بلدش میشه قرمه برف پخته گیده کس باشه ولی 21 نفر باید آقای احمدی امشب مون قرمه برف پخته گیده یک کم زخرک دادی داخل یخچالش دادی نه خراب نشنه قرمه یخزده پختم کردی همسوی دیگه بین یخچالش دی یخسیده طولانیش نشنه از این بیشتر بود آره بازی دامش ویدیو یکی ویدیوی باشه که سل پختک ده عارفه بر پختک ده یخزده اردیشی اردیش خورویه دیگه لایگا از یه چی نره دوستا خیلی قدرش سالیر بشینو لیکن نقطی آزاب شدیم شما خیره دیگه حالا که برفی رو برده جایشون خالی برفی مش مو رازب کنیم همون تریت کاش کرده زمان رو آزاب میکنید دقیقا آزابی نیم آقای زین نه بحانه دیگه زمستون آدم در بحانه ها دیگه یک بحانه آدم راجوری نداره میلر جور کنه تا بعضیت نامردی راجری نه بعضیت نامردی ما دمردیک دمیده نمردی تو ما خبر نیم از داستان از داستانی دوستای عزیز جایشون خالی نه گوشتی خروب بفرمایید بیشتر نمود راحت بیشتر زازدار میداره یا گوشت تو شو اونجا بیشتر مرسی زازدار کی علی اینجا بیا اینجا بیا اینی از علی اینیش از زهرا دوستای عزیز جایشون خیلی خالیه خیلی زیاد خالیه نه گوش لایک کامنت از زیاد چه نره نه دوستا خدایی شکم به معرفتیم نخو کم لایک و من سیل نه خو لایک نه نه لایک نه یا چه مره خبر نیم چه رخمه دوستا اگر دسترسی داشت میخوانیشون برفی میره بخواه را آره هر کس لایک کد خانهش آباد اون بیل مهدی بیل یعنی آدم خدا کم دست پای چالاک بیده خوبه نه این حال شما بخدیم شاید چقدر خوشمزه نه و خدا اینه دست کرد نگنش نخورده دیگه وایش خیلی مخصوصی مالی آها آره این رقم شره نشته آره اوشی آفرین زمو می میشی شام بشی آشپزی کسی آره آشپزی کسی متفاوت خیره نان پیاز قاش واس دیگه سایکو کم ملک هرات کم از مرد کلو بدین دیگه یعنی این خنجرش رقم وطن ولی شرغم ماشالله خور چیز خوب شروع کده زمستان نقصان وطنکی ها قدرش میدونم دوستا صاف وطنی زردکیشی زردک شلغم وطنی کچاله جایشون خالی دیگه کاش که ما بودید برام پیاز کرم همه چیز
شغمل چی؟ دوستا دیگه کاش که باشید در پای لایف از کی میتر نام شغلم خیلی گرفتم شد. رحیمی بود؟ بیا مهدیم مهدی برو بیشی؟ نلیکو باید ما کامرمینم دیگه اینالی به خاطر چی است در مناسبت برفی دیگه نه؟ دیگه دوستان اینمی برفیه دوغ وطنیش رو شیو کنم آنفا خانم دیگه اینا دوغ وطنی دوغ محلی اصل برفیشون اینجا دوستان این اینیش از برفیشی امتیاز برف خانه شابات همیشه آباد که برفی بود بره نه شابت مسکر بوده اگر خدا که ترگیر مکدیم کو دیگه گیر نگید بیرق از ما بلن اینا چپن مپن لنگی هم ما نه و ترویش دیگه و رواج نیه دیگه که بایم برفی ببرم چپن بیدیه اره ام نان بخوره نه چپان کارش خو اگه چپن در کار داره چپاگ هم در کار داره نه مشکل نداره چپان میدی اره بعد از نان چپان میدی و دیگه باز خود که یک زمان نراحت خانه نره اره خرفه من بدی نما چرا نراحت برو نفر که مثلا اگر برفی کسی که میره گیر کنین خب سمسایه روی سیاه کنین تو مرده امی خاطنو از پشت در کوچه از پشت تو خیز میتنه این مهدی ما میخواست امیر بگو آره تو از پشت خیز میتنه آرده دی ساجای دیده میگه ما خبر نیم دیگه که شما مثلا خانه نیدون خب ما زنگیم در شما برفی میرم نه دیگه او که نمیشه دیگه اینالی از پشت خاطنو کی میتنه اگاتی مهدی هم بودی دیگه مثلا خود کپای مگه خانه بدی آره خود نبوده او اگر خود کاکای تا موجود ما برفی نمیردیم ما برفی را در مناسبتی آره نشون میداد که ما همکاری داره هر یک دیگه خود چی رقم برفی انت ما بلیشون برفی رو آره نیت برفی آورده بیشتر می همکارام از دیست نه مشکل نداره کنوشی جان چون دیگه حال که بردین دیگه بس ما بدم اون دوتاش آقای زین امو چمچک داخل کاسه است باز در نوبه نه؟ آره ویدیو طولانی میشه دستا طولانی نمیشه ایتیم جو آره طولانیش ده دیگه اینالی یک رابی مهدی خودتن من بخور هم کم خدا سیگ میخواد دستا خیر جای شما ولی گو بخشیش باش دیگه شما رو بابا کدیم دیگه تو بخشش دو کاغای احمدی یا خواهش نم شكرا الحمد لله رب العالمين الحمد لله بالشاكرين وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين رحم الله ما يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات اللهم صل على والله صاحب کدنش غلط أنا کردیم أبغى آباد خوش آمدی بخشش باشه